چالش اینه که بده همه رو بزنیم. چالش بدوارس واسه یه نه بدوارس واسه سپر. مثلا بدوارس با من. بچه خوش اومدی به چنل من. اسم سپره و تو این ویدیو با دو تا آدم که اصلا بدوارس باشون بازی کردن چالنجه بذار من معرفی کنم. اینی که الان اینجا میبینی داره بیویج میزنه مثلا تازه هم فصل ایجاد گرفته اسمش سیده. سن نمیخواد بگی. بچه سید 40 50 سالش اصلا چیزی. اینی که میبینی اینجا داره زر میزنه انیمه بین قهار فردی به نام امیره. قبلا باش ویدیو گرفتم. ویدیو قدیمی است. بچه گروه ما کلا کسایی که حالا ایکی میریم با هم بازی میکنیم یکیش همین سیده، امیر و جنگالک و سامیار. گیریم داره میاد. بیاد سهمیتی. خب آرمر من رو هم گرفتیم، بلاک من رو هم چجوری اینقدر سر آرمر گرفتی؟ تو اومدن اینجا دزدیدیم. سطح تو پایینه. سطح سید. من یه داشت منو برای چی بولی میکنی؟ تو بولی. من دارم بهشونو میکنم ها. من با TNT دارم میام قایم شد. حرف نزن منم تمرکز میکنم. داشت میخوای بشاشی. با یه TNT نمیشه زد. میای دایا؟ آره من دارم میرم. آدم باشین لاشخوری دامج شدم. ایول. از تو بیس خودشون خریدیم زدیم. من میرم دیگه. من ویریج میزنم. برو بزن اینو بزن. بقیه دستا الان سریع داره تمام میشه. این از بدش. اینجاست اومد بدمون. این از بارو بزن. تو میتونی بزنش. خاموش کار خاصی نداشت. نمیدونم چی. ویکتوری چه زود تمام شد. خیلی زود تمام شد. دست دوم. چالش اسپید ران. نمیدونم چه جوری شده الان داریم اینقدر سریع بهم میگیریم. من رفتم وسط بچه‌ها نمیدونم استراتژی عوض. نه. خب میبازیم. تموم شد. حاجی یلو با تمام قوا داره حمله میکنه. دیگه به تو بگو که رفتی وسط. وایسا نرو. ریز کن. داشت هیچی توش نیست. اولش توش بود. رفتی توش. خب بچه‌ها من یکم کد بزنم. داش چیکار میکنی؟ من بدشو زدم. خب این از یکی کیلوز واقعا کیلوز. بیا شما بریم بیسشون. بریم باش بدیم. چرا راش بده؟ خب اونا راش بده. راستی بچه‌ها شرمنده که یه تقریبا 6 روزی ویدیو نشدیم. من چرا آب خریدم میسکیدی. امیر کجایی؟ من سیت داریم. بیا بخور. کجایی امیر؟ مردم. این سیب من نبود الان مرده بود. نه خب قشنگ جلو ویدیو ما بودم. الان سپر میره میزنه. با کمال میل بیاد آبش. خب حله جی میریم دست سوم. منطقی من ویدیو میگیرم. سپر رو بدش کنی همینطوری میره وسط. پشت اوس گل. آقا این چرا اینجوریه؟ من میرم با دشمن اسپلیس میکنم. تیرکی ماینم شد سرور. آره واقعا مطلب بهتر از همه چیه. نه چیتر داره. باشه الان میره اونجا. آها نکن. منم میرم اینجا. دوتا تو چست کنم. آره ترپش کور میکرد. اون یلو بذار با یلو و گیرین برن روی رد. دایمن میگیریم. هرچی آموختم در واقع در ادامه جمله چیز یاد گرفتم هر کارو کردی من نکن. بعد از که آموختی از فشاریان. بریم تو رد TNT بخریم بریم. بچه من هیچ وقت اینقدر نوبانه پلی نمیدم. نه همش از اثرات سید امیره. جنگال خوب بود مثل انتحاریا میرفت تو. وات؟ سپر بوید شد. ای وای. سید من وسط ای بابا. من وسط خاطر خوشی ندارم. بد میزنه. بیا نترس. نه اینجا اومد داره استخاره میکنه. آره. نوبت اینویزه. بله بچه‌ها زندگی یک نوب سگ را در بدوارس مشاهده می‌کنید. چرا حرف موف می‌کنی؟ من چجوری 3 نفر باید بکشم؟ بکشش. بله سید اینویز را مشاهده می‌کنید. آفرین دور بر پدرت. بزنش.
همون فشاری هست بزنش. پشمام تایش ضبط نشد. برای منم ارور داده نوشته که ان ارور وایل رکوردینگ. ضبطم نشد. عالی. من عالی. فکر با این کنم چرا باید ارور منم باید فکر بکنم سر 10 دقیقه ارور میده. چیز ارور سراسری و بیسته. what the fuck. خیلی ممنون بچه‌ها که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه خوشتون اومد لایک سابسکرایب بکنید و با سید و امیرم آشنا شوین دیگه، چون ما رفتیم تو مچ. بای بای. خب خلاصه بکنیدش دیگه. لایک هم بکنید که بریم توی الگوریتم و همین.